در ناحیه مسچوح مسابقه جمهوری اید به جودو بین نورسان بخشیده به گرامیداشت خاطری کارمند شایسته تربیت جسمانی و ورزش جمهوری تاجیکستان میرزا حکیم امیدوف برگزار شد. در مراسم افتتاح این چهاربینی انعنوی ورزشی سابقه‌داران ورزش و مربیان شناخته کشور اشتراک و سخنرانی کردند. قید کرده شد که همه ساله برگزار نمودن مسابقه کشاد جمهوری از روی نمود گشتین جودو بین جوانان و نورسان سال تولدشان 2010-2012 در ناحیه مسچوح به حکم عنعنه در آمده نشانی واضح تطبیق سیاست دولتی اید به ورزش و عملی نمودن دستور و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به شمار می رود. طوری که پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان تاکید نمودند ورزش یکی از واسطه‌های بهترین معرفی کردن ملت و دولت می باشد. در تاریخ ورزش ناحیه ده‌ها نفر مربیان و فدایان ساحه نام خود را با حرف‌های زرین نوشتند که یکی از آنها شادروان میرزا حکیم امیدوف به شمار می رود. این فدایی ورزش سالهای طولانی همچون معلم و مربی دلسوز ورزش با کمال مسئولیت و افتخار وطنداری فعالیت برده برای رشد ساحه، تربیت و کمالات ورزشکاران کسبی، پهلوانان و غالبان و نامبردار از ناحیه سهم شایسته خود را گذاشته است. امروز در ناحیه مسچوح یک عید است، عید گشتین جودو. همه ساله ما این چهاربینی رو در سطح بلند برگزار می‌گردانیم. امسال سال 12 است که مسابقه جمهوری بخشیده به گرامیداشت کارمند شایسته تربیت جسمانی و ورزش جمهوری تاجیکستان استاد همه همین ورزشگرا میرزا حکیم امیدوف برگزار می‌گردد. ما خیلی خرسندیم که از تمام گوشه کنار مملکت ما بهترین ورزشگرا در اینجا اشتراک کرده ایستادند. با این مسابقه با نفوذ جمهوری که در ناحیه مسچوح برگزار شده است آمدم و سه حریفم را مغلوب کرده و در این نیم نهایی راه یافتم و میخواهم بر دیگر حریفانم نیز پیروز شده سزای جای اول گردم. در این چهاربینی ورزشی بیش از 250 نفر گشتینگیران نورس از تمام منطقه های کشور اشتراک و مهارت سنجی کردند. از بین اشتراکچیان مسابقه بهترین ها به دور نهایی راه یافته برای دریافت جایزه های تشکیل کننده های این چهاربینی ورزشی بین هم تلاش کردند و بهترین ها معین گردیدند. غالبان و جایزه داران این چهاربینی ورزشی با جام، مدال و افتخارنامه و تحفه های خاطروی در فضای تنتنوی قدردانی کرده شدند.